و صحبت امروزه درباره همین آیه کریمه است که الله تبارک و تعالی جنابش بندگان گناهگار و بندگان خطاکار و بندگانی که آنها لغزیدن و خطا کردن عذر و تقصیر آنها را قبول می‌فرماید و آنها را می‌بخشد. این صفت خداوند است که همه ما و شما را الله به این دعو و به این خصلت دعوت می‌نماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله سبحانه و تعالی: والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. خداوند جل جلاله آن کسانی که کاظمین الغیظ غضب را فرو میبرند. در دنیا کسی نیست که او در دلش یک خون غلیظ سیاه که او حق جوشانیدن شیطان است، همه خون را دارند غیر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که خداوند آن را از قلب او بیرون کرد. الله تبارک و تعالی کاظمین الغیظ، آن کسانی که غضب را از دل می اندازند، در برابر نقصان برادر غضب نمی کنند و آن را آزار نمی دهند، و او ذاتانی که والعافین عن الناس، کدام کسانی که از مردم درگذشت میکنند، لغزش ها و خطایی های آنها را عفو می نمایند، الله تبارک و تعالی اینا را همچون دوست خودش قرار داده میفرمایند این کارهای نیکی که عمل نیکی که بخشش از برادر، آن عفو کردن از برادر، بخشش گناه او، خطای او، الله تبارک و تعالی چنین نیکوکاران را دوست می‌دارد. برای که الله تبارک و تعالی خودش بخشنده است، عفو کننده است، کدام بنده مؤمنی که این خصلت الهی را به خودش بگیرد اون دوست خداست که الله والله يحب المحسنین. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: وقال النبی صلی الله علیه و سلم فی حدیث، در یک موعظه و سخن مبارک و ارشادش رسول الله ارشاد مبارک نبودند، گفتند: والعفو لا یزید العبد الا عزا فاعفوا یعزکم الله. یعنی عفو کردن و بخشیدن برادر در گناه و خطای برادر چنین است که عفو کردن زیاد نمی کند بنده را مگر عزت و آبروی او را زیاد می کند. یعنی لذتی که در عفو است در انتقام نیست. راست است، اما یک کسی که قوت انتقام گرفتن دارد، قوت دارد که بیاید در برابری که تو در برابر او برادر یا نقصان کردی یا خطا کردی بیاید انتقام بگیرد، لیکن قدرت دارد و لیکن عفو کرد، شرف او، عزت او، غلبه او باز زیادتر می شود. برای آن مرد خودش اعتراف میکنه، میگوید این مرد را بین امروز قدرت داشت، هر چه در حق من میخواست میکرد، لیکن برای چی؟ برای که من نقصان داشتم، خطا کردم، لیکن بخشید. من بسیار سربلند هستم که در بالای قدرتش با من بخشید، من ضعیفه. بنابراین بخشش یک وظایفی هست در اسلام که انسان را شرف را نهایت زیاد میکند، آبروش زیاد میکند. برای من خصلت الهی است. پیغمبر خدا فرمودند: ینادی مناد یوم القیامه، روزی که رستاخیز همه مردم سر از خاک میبردارند، به میدان محشر جمع میشوند، کتاب هر که نامه اعمال عملها
کتاب عملها در گردنش کشال. آن دو ملکه که کرامن کاتبین 60 سال 70 سال قطیش نیکی ها و بدی هاش نوشتن، آنها در برش قائمن تا نزد ترازو و حساب و کتاب، اما الجنه و اما النار، تا همون جا قطیش می رود. در آن میدان وقتی جمع می شوند از غیب، از جانب خداوند جل جلاله یک ندا کننده ندا می کند که لیقم من اجره علی الله، لیقم بخیزد کسی که مزد کار او به الله است، الله مزد عمل نیک او را ذمه دار است، او از جای خود بخیزد. فلیدخل الجنه، امروز به جنت بدر آید. تا حال رم حساب نشده است، کتاب نشده است، ترازو نشده است، سنجش نشده است. این آواز میاد کسی که به خدا حق داره بخیزه به جنت بدر آید. مردم همه میخیزن میگوین من هم و کیان؟ اوی که به خدا حق دارن الله آنها را به حساب و به کتاب به جنت میدراره، اونا کیانن؟ میگوین آواز میآید که اونا همو کسانی هستند که العافون عن الناس، در دنیا مردم را بخشیدن در برابر نقصانهایی که برادر در حق او یا ظلم کرد، بچهش زد، مالش خورد یا غیبتش کرد، به هر شکلی که در حق او ظلم کرد او عفوش کرد، گو بخشید مدبره، من دیگه دعوا ندارم در حقیقت. اینا را ببین، فضائل اله، خبر پیغمبر راستگو صادق و مصدوق، این خبر را یگانه برای ما و شما هموطنان عزیز باوری کامل و ایمان صادق به کار است به این خبر، تا که این درجه را الله برای ما و شما نصیب بدارد. آیا همین فضیلت گمان بکنی که عمل کردنش آسان است؟ نه، این گوشات دیگر بشین. اگر پسر ما و تو گناه بکنه اندیشه بکن، در خانه اگر گریخته بروه غضب ما تا بیگه اومدنش میجوشه. اگر جاهل باشی محسیات میبراری در کوچه پیشی بکنی، همسایت باشه اکنون نمیدانی که او را تو شهر جیان باشی و بدرونیش، یا که دیگر عملها چنان در غضب می آیی. برای این است که او جنت هم گرفتن کاری آسان نیست، او رفتن به این درجه رسیدن کاری آسان نیست. تو گمانه بر که ده زمان تر همونجا بخیزونن تپ تقریب برن در حور و در جنت و در نعمت ها میدرارن. برای می الله می فرماید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ناس عام است از مردم، بچه خودت مردم های، انسان های، زنتم، همسایت، دیگر برادر، در حالتی که به تو یک نقصان رساند و چنان غضب جوشید، خونی بدن جوشید، در هم حالت فروش بردی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. 10 بار شیطان را تف کردی، گفتی این جوشیدن خونی بدن امروز رگای گردنم خسته است، شما سرخ یا شیطان های مبادا برم در این غضب با در جای گناه او من 10 گناه کنم، خودم هم در حبس مبتلا کنم و او را هم در اخیر خودم هم دوزخ برم و او هم دوزخ بروه، همه را دبلا. بنا برم این آسان نیست که تو بفهمی که کاظمین الغیظ عافین عن الناس. این عبارت، این آیت خداوند تعلق به همه دارد، به عائله دارد، به روزگار دارد، به همسایگی دارد، به اجتماعی و جمعیتی دارد، به حکومت و به دولت هم تعلق دارد.
خیلی مثلا یک کسی جریمه و گناه کرده است و در محکمه بکشن، شاید اگر محکمه گناه کمتر باشه او را در او سکاریسی بالا در گناه وزمی نیو در پای ترک میزنش، میگه تعاف برای کتا یا اشترا پشترا بتیره دولت برادر ترک نبیبندیم دستا و پاتا مثلی بزرگ و سپندوری تحقیر نمینیم، بره آزاد دیگری کار نکن. این از تعلق تعلیمی مدرسه خدا و رسول خدا برای ما و شما که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان الله یحب المحسنین. خداوند چنین مردان نیکوکار و خوبکار و عفو کننده را خداوند دوست می‌دارد که این خصلتی والای انسانی است، بهترین خصلت انسانی است. برای همین آن حالتی که ندا بیاید بخیزید، کسی که به خدا حق داره بخیزه، باز مردم بخیزن بگن اونایی که به خدا حق دارن اونا کیا هن؟ میگن آواز بیاید که آنها همون کسانی هستند که عافون عن الناس، در دنیا مردم را بخشیدن، ظلم کرده برابر ما لیکن ما عفوش کردیم. برای همین است لذتی که در عفو است گفتیم در انتقام نیست. اما یک بیچاره را که در برابر یک گناه کرده باشه، در بچه تو، در اولاد تو، در خانه تو، اما مظلومت عفو کنی، سخرسن دل او کشاده شود، حالا دیگه دل او میتپه که مالی من چی میگه، چیکار میکرده باشه. برای همین و صحبت امروزه درباره